امروز اومدیم ویدیو جدید. 5 تا چالش من وامی میدم. 5 تا چالش هم من به ما میدم. هر کی چالش‌های کمتری انجام بده مجازات میشه. حالا مجازاتش چیه؟ 4 ساعت خدمت کار شه. بچه اولین چالش رو میخوام نگاه کنم. یه چند لحظه من صبر و ایمان بدهید. خب پیدا کردم. عدای سگ در بیار جلو مردم. حتی اون وسط هم میتونیم نشون بدیم اون وسط. واسه یه پیرزن بدبخت برو اونجا دقیقاً اون وسط اونجا بگیر. کجا میری؟ کنار اون وسط دیگه بغل اون پله. برو همین الان دادا شده بیار. اشه 4 زانو سریع 4 ثانیه انجام بده. اشکال نره کثیف شو. حلالت تو بودی افتادم اونا. ببخشید دستای کارگری. حالا به چالش اول تو بگو سریع. چالش اول بعد نگاه کن. حالا میارم تو صفحه بچه‌ها دارم میبینن. چالش اول اینه. به خودم دارم نگاه. خب چالش اول من اینه که این بالا دارم میبینین. خب بگو. بشین گفتاریه. همینجا جلوی دوربین بگو که ایکس باکس آشغاله و PS5 بهترین کنسول جهان. عقده بدبخت. ایکس باکس آشغاله، PS5 بهترین، PS5 پرو بهترین کنسول نسل 9 جدید. نسل 10 دیگه میشه. نسل 9 حساب میشه. نه 25 نسل 10. نه نسل 10 موقع حساب میشه که کنسول جدید بره. حالا نسل 9 یا 10 هر چی میخواد خود. چالش دوم چیه مارکو؟ من در طبیعت حاجی طبیعت آشغال نردم آقا. همه مردم با فرهنگ میدونن تو این طبیعت. خودت ارزان نفروش تو قیمتت باراست. یک چیز برام بخر از سوپرمارکت که خوشمزه باشه. بریم واسه این گدا چی بگیرم. چالشش راحته بابا. ای من آقا یه سوال دارم از شما. فقط من ادامه‌شو نخوندم. من یه سوال دارم. اگه جفت من سوال. اگه جفتمون همه چالش‌ها رو انجام بدیم چی میشه؟ جفتمون همه چالش‌های سخت‌تر میدیم. 12 ساعت. من خدمت کردم شما 12 ساعت تو خدمت. اصلا قرار بود مگه 24 ساعت خدمت کنم دیگه یه ویدیو. آها. خب 12 ساعتش من خدمت کردم 12 ساعتش تو دیگه. دیدی؟ من به نظرم اینجوری نباشه. نه نظر خیلی خوبه. به نظر چالش‌های سخت‌تر. بچه‌ها تو کامنت بنویسن. خیلی ما کامنت میگیریم از اونجایی که تو یوتیوب. ببینیم ما دیدم 2 تا هم خوبه. ما 2 تا جوابه. اما ببین وایسا. ببین بهت نگفتم ادامه‌شو. خب بگو. اگر مانستر داشت خب باید مانستر بگیری. مانستر اگر هر جایی نداره. اگر نداشت باید یه دونه گنده ببینم اگه ننوشته باشه بخرم نمیدونم. ببینم چی نوشته. نشون نمیدم. نه بقیه‌شو بگیر. نه وایسا داره. باید ببینم اونجا نوشته باشه. نه نوشته باشه بریم از بقالی اصغرا. وایسا داره. مانستر نداشت. میخوام بهت آوانس بدم. گنده. چیو؟ نه همون بودی. نمیخوای خودت؟ بریم. چالش دوم همین چیه؟ از اول تا این میله رو باید بره. ارفاق بده. ببین به 3 بار فرصت دادم که بیفتی و دوباره از اول شروع کنی. آماده ای 3 2 1. ماشاءالله پسر. آرنولدی تو یه ذره مونده. آرنولدی تو ماشاءالله پسر. ماشاءالله دیدی راحت بود. اول یا ها من اینو واسه خریدم مثلا نشون ندادیم. اینو واسه خریدم. اول. نه چالش دوم. بده یه قلوب. نه خودم بخورم بچه راضیم. الان لایک نشون میده. وانتوی رفتم. چیزی نیستی داشت. نصفشو بخورم خودم میخورم. سختم بود ولی خوردم. آرنولد دلقه. خب بریم چالش بعدی. چالش بعدی یا یه چیز خیلی بدیم.
بیا آقا تو پارک هر لحنی میخوای بگی خب بگی آقا نوشابه داری خانم نوشابه داری سر بیجه زاره نگی هرچی تو مهم نیست فقط بگو نوشابه میتونی نوشابه رو تغییر سیگار نه خیلی بده با اینو به پیرمرد میرم به خدا میگم من دیوانم همینو بریم اگه نوشابه رو بگی که چالش درسته بچه اینو فکر نکنی همه رو خودم خوردم نصف شدم این بیا بچه آمین نگفت برو به کی بگو پس من میرم به این مغازه برم میگم آقا نوشابه داری؟ آره نگفتی برو به کی بگو میریم به این مغازه دار میگیم نوشابه داری من خودم گفتم که نرو به این مغازه دار بگی ای فیکس داره میره به این مغازه دار بگی بچه تا حالا اینجور سمن دیده بودین؟ خیابون چپ چپ نگاه میکردن همه اولاد اومد یکی دیگه پیشم درو گفتم قرم باد سمند شوتی فاکینگ خب برم به این بقالی بگم نوشابه داری مثلا کارتمو در بیارم بنده خدا اگه داشت بخرم حداقل نوشابه مشکی سر کدومشو بدم؟ مشکی بدم سیاه دارم 16 تا مفت آره همین چهار است اوه یک دفعه یه اضافه بده آخرین باری که 500 دیدم زمان شاه بود چون به دنیا نیومده بودم چالش بعدی آمین اینه که توی عموم 1 دقیقه کلاغ‌بر بره گفتم حد زد 1 دقیقه بعد جلوی اینا کلاغ‌بر اینا ازت بیرون میگیرم برو 1 دقیقه زیاده دیگه گذاشتم یک نگاه نشونم میدم 1 دقیقه دقیقه 50 دقیقه همین الان شد خب باید توش میکنم ولی آقا نگاه کنید اینا آقا داره کلاغ‌بر می دیوانه شد میبینی آقا حسابه بیخیال موچم من نمیگفتم اون یارو حساب نمیکردم چون از جلوی هیچ کسی نبودی اون یارو قشنگ دیدت خندید چالش بعدی تو برو یه بار دیگه بگو چالش بعدی چی آورده ای مارکو دور پارک با دوچرخه خواه 1 دور در هفته ها؟ بچه پشمام شده وایستاد خب افتاد نمیدونم هرچی شد سیاه شدی چرا زرد شدی چالش بعدی آمین تو کیفمه خب بگو و دهنت پارست بگو آده ای؟ باید غذای سگ بخوری بده باید بخوری ها بده بریزی بده بذار فیلم بگیرم غورت بدم نه پر بیمارستان با بخوام امشب یه غورت بدم گو بخور ببین یا 3 تا بکن تو دهنت بجو توف کن یا یه دونه کامل بکن 4 تا میگم من دیوانم برادر عزیزم بده از این فیلم بگیر بگی دقیقاً داری وای عجب گوییه بردار داری میخوری یا خود فیلم بگیر بجو چی نداریم قشنگ بجو همه چی نوشابه اینا هم بود ریختیم دور بیا ای وای سام زرد شد بعد مزه است چه مزه‌ایه توصیف کن هیچ طعم خاصی نداره حالا من سگم یا تو مثلا عداشو در میاره تو غذاشو هم میبری باشه این مایلو هم اینا نمیخوره تو مایلو از این بدش میاد مزه چطور بود میشه واسه بچه‌ها توصیف کنی گفتم ماکارونی نشده میپزی یه مواد نمیزنی نه تو خوش میگم مایلو دوست نداره مایلو نمیخوره مایلو سگ بنده هستن نمیشناسی چالش بعدی تو همینجا بگو ببین این چالش آخر سخته یه ذرم چون هوا تنگ شده چالش آخر من سخته چالش آخره
برو توی سوپرمارکت یا مغازه، اصلا هر کی بوتیک، خب هر چی خب فقط یه چیزی باشه کانت خوب در بیاد. خب بگو که آقا یه جنس رایگان میخوام. سلام خوبی من ببخشید من یه چالش دارم میگیرم. چالش یه بازیه با دوستم. قرار شد که مثلا برم مغازه یه چیز خیلی کوچیکم اگه باشه اب نداره، یه چیز رایگان خیلی کوچیکم باشه، حتی یه شکلات انقدی قبله. واقعا مرسی، دست در نکنه. ببخشید بازم مرسی، بازم دست در نکنه. قرار شد که یه بار تو محله ما که میشه همینجا قایموشک بریم، یه بار تو محله شما قایموشک بریم. برندش برنده است. 5 دقیقه بهت وقت میدم. خوب بگه اگه تو یک بار نتونستی منو پیدا کنی چالشو میبازم، چالشو میبرم. خب منم بعد انجام بدم. نه من فهمم میشم. خب نمیشه اونجوری. اینجوری میشه چالش من فقط. ولی اگه جفتمون بخوایم چیز کنیم میشه اون چالش جفتمون. پس تو محله ما انجام بدیم. من اینجا چشم میذارم. بیا من اینجا منتظرم تا همین بره قایم شه. 1 دقیقه و نیم وقت داره که بره قایم شه و اگه من پیداش کنم کل چالش‌ها رو بردم و خدمتکارم استخدام میکنم و اگه نتونم پیدا کنم مساوی میشه و نصف ویدیو من چیز میشم، خدمتکار میشم، نصف ویدیو آمین. 1 دقیقه و نیمش 1 دقیقه دیگه تمام میشه. واو بچه‌ها تایم آمین تموم شد. الان من بهم زنگ زد، یه کمکی بهم کرد، گفت که یه ماشین خفن قدیمی جلوش وایسادم، بریم ببینیم کجاست. 5 دقیقه دارم وقت دارم. نفهمیدم کجا رفت، کجا رو بگردم. حالا ماشین خفن قدیمی چیه؟ فعلا اونو مستقیم رفتم چون بهش نمیدونم. این مردم جایی من بودم میدویدم ولی من ندویدم. سخت. اون بره باخته. اگه این ور رفته باشی باختی از الان بگم. نمیدونم تا کجا میخواد دور شده باشه. به نظرم مثلا اینجا نرفته. چه عجیبه. چون نمیدونم چرا فلش گوشیم نه درست شد. از فلش گوشیم پد شده. یه سی بره میگه این بر رفته. ماشین خفن قدیمی چیه آجی؟ ماشین خفن قدیمی منظورشو نمیفهمم. بچه های تیکه تایمر به هم خورد و من مجبور شدم که تایمر الان بهتون بگم. تایمر اصلی کلا 3 دقیقه و 30 خورده ثانیه شد که تونست ببره و من شدم بدبخت شدم دیگه. حالا برید خودتون ببینید. پیداست کردم. پیداست کردم ولی من پیداست کردم. آخه گفتم 2 دقیقه. گفتی 5 دقیقه. خدمتکار خوبی هستی. گم شو. نه یه شانسیه بخوره. یه شانس بده. 4 دقیقه ببر. خدمتکار خوبی. یه شانس نه یه شانس بده. خدمتکار. به قول خودت اسیستنت سلام. به قول ماشین قدیمی خفن کدومه؟
بگی چی ماشین غیر پشمات بریز آجی فردا بگید به زیاد سخت نمیرم خودی چون تو اون سری به زیاد اینجا رد شدی فلاشت هم دیدم یو جامپ اسکن پیداست کردم نشست منو بگی ویدیو قشنگی بود خب بچه ها 24 شد میبینیم از این ویدیو خوشتون اومده باشه این خوشتون نیومدم به دیوانت بابا پوتک بازی زنه خداحافظ